دوستان تعریف میکرد، میگفت یکی از این نامزدایی که برای مجلس ثبت نام کرده بوده، کاندید شده بوده، به همراه یه تعدادی آدم گردن کلوف میرن پیش پیرمرد اون منطقه که بهشون رأی بده یا براشون رأی جمع بکنه. 1,000,000 تومانی هم به اون پیرمرد هدیه میدن. ما میگیم هدیه. پیرمرد میگه من که پول به دردم نمیخوره، بریم به جای 1,000,000 تومان برام یه راس خر بخرین، من خر به دردم میخوره. اینا میرن تو اون منطقه هر چی میگردن، از هر کی میپرسن، هیچ کی دیگه زیر 10,000,000 تومان قیمت یه خر رو به اینا نمیگفته. اینا برمیگردن پیش پیرمرد، بهش میگن که ما هر چی گشتیم خر نبود، اگه میشه 1,000,000 تومان رو بگیر راضی باش، ما هم عجله داریم. پیرمرد میگه گشتین خرم بود ولی زیر 10,000,000 بهتون نگفتن، نه؟ یعنی ارزش یه خر از من بیشتره. وقتی یه خر رو زیر 10,000,000 تومان بهتون نفروختن، چجوری انتظار دارین که من خودم و وجدانم و شرفم و ایرانمون رو، کشورمون رو، ذخایر این کشور رو، معادن این کشور رو به 1,000,000 تومان بفروشم؟ درود به ایرانیای اصیلی که فروشی نیستن، درود به ایرانیای اصیلی که خریدنی نیستن، درود به ایرانیای